این بغلش گچه نگه نمیداره. بیا یه راه حل بهت بگم تا حالا هیچکی بهت نگفته. میای چیکار میکنی؟ میای از یک پلاستیک گرد شکل یا یه لوله کلیکای آب استفاده میکنی به اندازه عمق قوطی یه خود کمتر. اینو میبری، بریم ببریم تا بقیه‌ش هم بهت بگم. میای به این شکل برشش میدی، بعد وسط هم اینو دوباره یه برش دیگه میزنی که خواستی مثلا قوطیت کوچیک بلند بود، اینو به این صورت کوچیک بلندش کنی تا راحت جا بره. بریم اینو جا بزنیم. خب بعد میای این شاخک های پیریزو کامل جابش میکنی دو طرفو. بعد این پلاستیکی که بریدی میندازی دور پیریز. ببین الان اینا جمعش میکنی راحت میره داخل. این به این شکل. بعد